سلام، به اپیزود سوم پادکست د پروسس خوش اومدید. خب اپیزود دوم پادکست رو با هم دیدیم، راجبه حالا یه خورده بحرانهای جنگی و اینا بود. الان دیگه تقریبا گذشتیم، حالا یه سری اتفاقات جدید داره میفته. دوباره امروز پنجشنبه است و فردا ویدیو داره میاد. دارم ناخودآگاه داره این اتفاق میفته که اپیزودها به فرش ترین حالت ممکن میاد بیرون، یعنی سریع ترین تایم ممکن میاد بیرون و تقریبا اطلاعاتی که داریم میدیم، صحبتی که داریم میکنیم بروزه. مثلا خبری که چهارشنبه 25 تیر شنیدیم تصویب شدن اینترنت طبقاتی بود و امروز پنجشنبه است و موقعی که شما دارید پادکست رو میبینید خب طبیعتا خبرها بروزتره. راجع به اخبار زیاد صحبت نمی کنیم دیگه، خودتون میدونید و پیگیرش هستید. میخوایم بریم سراغ چالش های فنی و یه مقدار چالش های جذابتری که ما توی استارتاپ میتونیم داشته باشیم رو با هم ببینیم و جذابه، ولی خب یه مقدار اسمش چالشه دیگه، یه جایی سخته، اذیت میکنه آدمو، ولی در این حال جزو چیزای روندهای جذابیه که توی استارتاپ ما داریم. و همچنان من چون توی جای عمومی دارم ویدیو ضبط میکنم، توی پارک هستم الان، ممکنه که یه جایی ویدیو رو مجبور باشم قطع بکنم. خب توی پادکست امروز من یه سری نوت برداشتم که یادم نره. میخوایم وارد فاز عملیاتی تر بشیم از استارتاپ و راجع به چالش های اولیه فنی، طراحی نمونه اولیه یا پروتوتایپ و محصول یا حداقل محصول پذیرفتنی که MVP میشه، مینیموم وایبل پروداکت، برای جذب سرمایه صحبت بکنیم و چرا برای سرمایه گذارها انقدر حیاتیه و اصلا کلا توی روند جذب سرمایه چرا این دوتا، یعنی یا حداقل MVP یا دیگه خیلی مثلا کمتر از اون پروتوتایپ باید داشته باشیم. مرحله اول، یعنی من این گوشیمو سایلنت بکنم، توی مرحله اول استارتاپ ما خب طبیعتا ایده داریم، از ایده تا واقعیت خیلی راه طولانی رو داریم، ولی برای اینکه نشون بدیم که این ایده ما چیه، یعنی فقط حرف نباشه، فقط ایده رو کاغذ نباشه، فقط مثلا یه طرح گرافیکی نباشه که همون طرح گرافیکی هم بعضی وقتا پروتوتایپ حساب میشه. بعد از اینکه ایده استارتاپ مشخص شد، حالا توی این سناریو، توی این پادکست پلتفرم UGC میریم برای اینکه ما اینو به بقیه نشون بدیم یا برای خودمون یه چیز قابل درکتر و ملموستری بکنیمش. پروتوتایپ ها اصولاً برای برنامه نویسی استفاده میشه، یعنی مثلا من به عنوان یک کسی که نرم افزار نیاز دارم، من یه پروتوتایپ گرافیکی طراحی میکنم، آماده میکنم، به برنامه نویس میگم آقا اینو برای من طراحی کن. توی استارتاپ هم همینه، یه سری وقتایی مثلا توی حالا یه سری استارتاپ هایی که اپلیکیشن میفرن به صورت پروتوتایپ هم میتونن وارد فرآیند جذب سرمایه بشن، یعنی به صورت گرافیکی مثلا اسلاید شو نشون میدن که اگر این دکمه رو بزنیم این اتفاق میفته. خیلی ساده ها، یعنی اصلا نه یو آی یو ایکس درست حسابی میخواد نه چیزی، فقط خیلی ساده نشون میدن که چه اتفاقی قراره بیفته. پس اینجا چند تا فاکتور مهم ما از پروتوتایپ داریم. اول اینکه خب فقط برای برنامه نویس نیست، یعنی نقشه راه فنی نیستش برای برنامه نویس و به وضوح ایده ما کمک میکنه. یعنی چی؟ یعنی کمک میکنه که خودمون و تیممون دید واضحی از اون محصول نهایی داشته باشیم. یه وقتایی باعث میشه که مثلا ما یه تست اولیه و یه بازخوردی داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه میگم باز بستگی به اون استارتاپ و اون ایده داره، ولی خب بعضی وقتا میتونیم به اطرافیانمون، به دوستامون، به دور و بریمون نشونش بدیم اون پروتوتایپو و یه بازخوردی ازشون بگیریم که آقا این داره اینجوری کار میکنه، به نظر چی کارش کنم، اینجاشو اینجوری کنم، تغییرش بدم یا نه. حالا توی نرم افزاری مثل فیگما و غیره میشه این کارو انجام داد، ولی حالا ما یه کار دیگه ای کردیم، یعنی ما یه کوچولو از پروتوتایپ رفتیم جلوتر که الان میگم چیکار کردیم. بعد یه فاکتور دیگه که اتفاق میفته موقع پروتوتایپ اینه که ما نقاط ضعفمون رو میتونیم شناسایی بکنیم. شما وقتی ایده تو ذهنت یا روی کاغذ آوردی، خودت هم هنوز درک درستی نداری که این چجوری میخواد کار بکنه، این نرم افزاره، این سایت، این پلتفرم، این هر چیزی که هست چجوری میخواد کار بکنه. حالا یه سری هستن که استارتاپشون محصول محور، یعنی محصول فیزیکی دارن، اون پروتوتایپ رو با کاغذ و نمیدونم با هر چیزی که میتونن دم دستشونه درست میکنن. مثلا میخواد کیف پول درست کنه، با کاغذ، با دستمال کاغذی چسب میزنن درستش میکنن، با مقوا درستش میکنن و اونجاست که میفهمیم چه اتفاقی داره میفته و ما کلی ادیت روی همون انجام میدیم تا یه محصول بهتری برسیم. تازه ما اونجا میفهمیم چقدر نقطه ضعف داشته اون ایده ما.
حالا چالش‌هایی که من توی این مرحله داشتم چی بود؟ خب من میگم من سعی کردم که خیلی به تنهایی این کارو ببرم جلو و ولی خب از اونجایی که وقتش رو نداشتم که بخوام خودم بشینم پروتوتایپش رو آماده بکنم، توضیحات کاملش رو به برادرم دادم و با کمک حالا این هوش مصنوعی هایی که کدنویسی انجام میدن، ما یه پروتوتایپ اولیه کدنویسی شده داریم. یعنی یک سایتی داریم که تقریبا کار میکنه. حالا سایت ایرانویسی هم نسخه اولیه‌اش الان بالا هست. یه سری صفحات استاتیک داره و با HTML و CSS و جاوا اسکریپت نوشته شده و اون طرح مد نظرم توش هست، رنگبندی مد نظرم توش هست و صفحات استاتیکی که میخوایم داشته باشیم و کلا یه کارایی حالا کارآمدی رو داره به ما نشون میده. من خودم الان میدونم که سایتی که میخوام در آینده سایت نهایی داشته باشم چه بخشایی رو باید بهش اضافه بکنم، به چه نرم افزارهایی نیاز دارم، به چه پلاگین هایی روش نیاز دارم و این خب خیلی باعث میشه که به من کمک بکنه. حالا من خودم یه درک اولیه به خاطر کاری که انجام میدادیم، تجربه‌ای که داشتیم از UI UX یعنی تجربه کاربری و رابط کاربری داشتم تا الان. برای همین سعی کردم که توی پروتوتایپ اولیه‌ام اینا رو رعایت بکنم و یک کوچولو زمان برتر شد، ولی خب از محصول نهایی که پیش اومده راضیم. یعنی اون چیزی که در اومده رو خیلی دوستش دارم. و یکی از چالشایی که داشتیم، حالا اولش اون هوش مصنوعی بود که انتخاب کنیم. ما با کمک جمنای 2.5 پرو این کار رو انجام دادیم با اشتراکی که حالا داشتیم و با کرسر طبیعتاً میشد، با چت جی پی تی شاید میشد، ولی خب تو تستایی که انجام دادیم تا الان دیدیم که جمنای از همشون بهتر و ملموس‌تر کد ما رو میفهمه و به ما میده. حالا شاید به خاطر طرز صحبت کردن ما بوده که این اتفاق افتاد. و یه اتفاقی هم که میفته موقع پروتوتایپ، باید در مقابل اضافه کردن همه ایده هامون به اون محصوله، به اون پروتوتایپ مقاومت کنیم. یعنی نباید هی ادیتش کنیم تا برسیم به اون محصول واقعی. اسمش روشه پروتوتایپ، قرار نیست MVP یا محصول نهایی ما باشه. پس پروتوتایپ یه نقشه راه ضروری برای قدم‌های بعدیمونه. قدم بعدی که ما باید پیش ببریم اینه که ما این پروتوتایپ رو تبدیلش بکنیم به MVP. حالا ما الان چند تا چالش داریم. چالش‌های فنی تقریبا بهتون گفتم، چیزایی که تا الان خود من داشتم. و حالا تبدیل این به یه MVP اینه که خب حالا اصولا ما MVP رو روی سایت وردپرسی باید بیاریم بالا، یه چند تا پلاگین باید سرچ کنیم، اضافه کنیم، طراحیشو شبیه به طراحی مد نظرمون انجام بدیم و از یه چالش خاصی میتونیم بگیم نداریم توی این بخش، چون وردپرس واقعا چیز خاصی نداره. ولی اتفاقی که میفته اینه که خب وردپرس یه محدودیتی داره، یعنی یه تعداد یوزری رو ساپورت میکنه و یه تعداد یعنی مموری خیلی زیادی مصرف میکنه نسبت به سایت‌های اختصاصی که نوشته شده. و حالا اینو توی طراحی MVP با هم پیش میریم جلو، ببینیم که به کجا میرسیم. الان راجع به زیاد صحبت نمی‌کنم، ولی ما الان پس یه پروتوتایپ داریم. الان iranugc.com رو باز کنید، پروتوتایپ ما رو میتونید ببینید که حالا من تقریبا 10 روز دیگه یا چند روز دیگه من اینو از دسترس عموم خارج میکنم، چون میریم برای طراحی‌های اصلیه. ولی خب ما یه سری چالش بیزینسی داریم. یعنی اصلا حالا من اینو ننوشتم توی نوتم، ولی خب ما یه سری چالش داریم که جدا از این مسائل فنیه. طبیعتا یه سری چالش‌هایی که اتفاق میفته، مثال الان خب مثلا یه خبری میاد که اینترنت داره طبقاتی میشه. خب ما یه پلتفرمی داریم که میخوایم خدمات سوشال بدیم یه جورایی، هم به برندها هم به کریئتورها. اگر اینترنت طبقاتی بشه ما تکلیفمون چیه؟ ما زیاد پس برای همین با اخبار کاری نداریم، میریم جلو ببینیم چه اتفاقی میفته. مثلا موقعی که گفتن اینستاگرام فیلتر میشه، اتفاقاتی که بعدش افتاد، ولی ما هنوز داریم فعالیت میکنیم. حالا میریم جلو ببینیم که چه جوری میشه. یه اتفاق دیگه هم که میفته توی ساید بیزینسی، یعنی یه چالشی که الان توی ذهن من هست، یه مشکل بزرگه. یعنی برای من یه مشکل بزرگ به حساب میاد و شاید برای هر کسی که یه ایده استارتاپی داره. اونم اینه که ایدهش توسط رقبای بزرگتر و کسایی که از قبل تو بازی بودن دزدیده نشه. و حالا دزدیده شدن ایده رو کاری ندارم، یعنی ایده صرف نبوده که، ایده من نبوده، ولی منظور از این اینه که
رقبایی با سرمایه بیشتر و با قدرت بیشتر و با سابقه بیشتر تو بازی نیان و از ما جلو بزنن. ما باید یه فکری به حال این بخش بازی هم بکنیم. تنها کاری که میشه کرد و مهمترین کاری که ما باید بکنیم توی استارتاپ، توی بیزینسمون اینه که ببینید ما اگر بخوایم استارتاپ خارجی رو بومی سازی بکنیم، مثل کاری که اسنپ و تپسی و غیره کردن، شاید به ظاهر ساده بیاد، ولی اون فرهنگ سازی که ما باید توی فرهنگ مردم جا بندازیم خیلی کار سختیه، خیلی کار سختیه. یعنی هزینه‌ای که برای مثلا اسنپ و تپسی تا الان داشته و برای اینکه رقبای قدیمی‌تر، الان رقبای من توی این کاری که من دارم انجام میدم به طور مثال سایت جریانه، سایت اثره که اینفلوئنسر مارکتینگ انجام میدن. اینا چون خب از قبلتر و با سرمایه بیشتری توی بازی بودن و مردم میشناسنشون، میتونن به راحتی مثلا پلتفرم منو کپی کنن. یعنی پلتفرم من نه، مثال دارم میزنم، پلتفرم UGC رو به راحتی میتونن پیاده سازی کنن. من چجوری میتونم جلوی این کارو بگیرم؟ من باید یه فرهنگی برای خودم ایجاد بکنم، برای بیزینس خودم، برای استارتاپ خودم ایجاد بکنم که قابل کپی کردن نباشه. نمیدونم میتونم منظورمو برسونم. یعنی یه جامعه‌ای بسازم، یه مزیتی داشته باشم که اون مزیت قابل کپی کردن نباشه. اینا تکنولوژی و سایت و اپلیکیشن اینا همشون قابل کپی کردن. و اینم همین. حالا اینم از این اپیزود. بریم تا اپیزود بعدی ببینیم که چقدر میتونیم کار رو پیش ببریم و تا کجا میتونیم بریم جلو، که ایشالله بریم. نمیدونم دیگه با این مشکل و خبر اینترنتی چی کار کنیم، ولی فعلا میریم جلو ببینیم چی میشه. یه سری برنامه مارکتینگی و اینا رو میخوایم توی اپیزود بعدی راجع بهش صحبت بکنیم که مارکتینگ این کار چجوری میخوایم انجام بدیم و کلا برنامه استراتژی مارکتینگمون چیه. پس تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار. البته اینو یادم رفت بگم، CTA آخرش رو یادم رفت بگم، اگه ویدیو خوشتون اومد لایک کنید، نظراتتون رو به اشتراک بذارید و حتما برای دوستاتون هم بفرستید. سابسکرایب هم بکنید که دمتون گرم. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.